مردم دعوت کرده که بیای که ما شما را میلیونر کنیم. چیزی که کوتاه است، چیزی که تیز است، چیزی که در حال است و باور نکنید. دوستان مهربان، آدمان برای شرکت ساختن 5 سال، 10 سال، 20 سال کار میکنن که تو که باید شرکت میلیون درآمد بیاره. تو همین میدونی این آسان نیست. تجارت ساختن آسان نیست، علم آموختن آسان نیست، مهارت آموختن آسان نیست، مشکلی مردم حل کردن آسان نیست. همین باینری اپشن، همین کریپتو مبلغ ها یکی اینوست میکنی، همین استافکا، اینها مشکلی یگان کس حل نمیکنه. تجارت احساس که مشکلی مردم حل میکنه و مبلغ با تو درآمد بیاره. تو مهربان، ما تریدینگ یگان مبلغ کار میکنم. ما هرگز با مردم این گونه کریپتو مبلغای قلبکی و قماری و کانکورس ما اینا رو هرگز پیشنهاد نمیدیم. دیوانگی است. این نسل نو از بین میبره. تنها این دوست مهربان ما پیشنهاد کرد که آیا چی فکر داری از تریدینگ مبلغ کار کردن میشود یا که من گفتم که تریدینگ این با مثلی قمار است 99%. برای مثال ریزا من شما نمیفهمم. برای مثال ریزا فکر میکند که بارسلونا 2-0 رئال مادرید رو غالب میبرد. و پس اون کوفیشنت 2 است در اینجا و ریزا گیوف میرود و 50 یورو میگذارد در همین بازی. اگر که بارسلونا غالب شد ما لکای زیاده از نمیدونم 100 یورو ما غالب میارم. اگر که بارسلونا اگر که باخت رئال مادرید غالب شد ما لکای یعنی مینوس 50 یورو بای میتیم در همین بازی. خلاص این یک قمار است. قمار رو نه دولت ها دستگیری میکنند، نه جامعه دستگیری میکند، نه دین دستگیری میکند، نه یگان کس. یعنی کاری که مردم میتوند که مردم برای بد برد، میتوند که زندگی مردم ویران کند، میتوند که حتی با کارهای بد را برد. یعنی ادیکشن یا اینکه وابسته میشوی. قمار، نوارهای فحش یا اینکه پورن، نمیدونم الکل، سیگار، ناس، یعنی همین چیزایی که آدم برای بد میبرند و همین قمار هم یک از اینها است. ماست برای همین آدمان بزرگ، عالمان، آدمانی که در حقیقت که عقل دارن، معنی استادن و تو هرگز پیشنهاد نمیکند که این قمار است. و نگاه کنید، تریدینگ سرمایه گذاری، یعنی سرمایه گذاری در چی؟ مثلا اگر که ما بنفتم 100% قمار است. دوستی مربون تاج فود در 99% ما گفتم اگر که تو توانی که برای مثال اینجا 99% است. در جهان همین تریدینگی مثال ایتی 99% قمار است. ما گفتم قمار. 100% نگفتم من هرگز. از خاطر اینکه کلمه من 99% بود و چون که ما با این کلمه ما باید در آینده جواب گویم. و نگاه کنید، اگر که یعنی تریدینگ دو نمود می شود. تو میتونی تریدینگ یا که سرمایه گذاری، سرمایه در میتونی که تو سرمایه گذاری کنی در کریپتو مبلغ ها و هم در شرکت ها. برای مثال ایتیاموز شرکت ما است. شرکتی که ما 6 ماه پیش با هم مؤسسانم تشکیل کردیم. ایتیاموز.com و این شرکت خدمت رسانی ها دارد برای معلمان و برای دانشجویان و معلمان میتونن که در اینجا کورس بزنن و دانش آموزان میتونن که کورس های برای خریداری کنند و آموزن. و یعنی این علاقه خدمت رسانی است. این مشکلی معارف حل میکند، معلم با طلبه پیوست میکند. و اگر که مثال این دوست عزیز ما که نام دارد رگیون تاج فود فکر میکند که همین ایتی آموز در آینده میتواند که شرکت ابرقدرت شود. و از ما سهمیه میخرد یا اینکه در ما اینوست میکند یا اینکه سرمایه گذاری میکند. باور میکند که همین ایتی آموز در آینده ابرقدرت‌ترین شرکت تاجیکستان میشود در ساحه معارف و همه رقیبان را ما غالب میآییم. و این دوست مهربان ما در ما بیا کنیم زیاده است نمیدونم $1000 آمریکایی. خیلی بود دلار برای آمریکایی سرمایه گذاری میکنه. در این حالت این چیزی ریالی است، این حقیقی است.
айти омӯз расман ба қайд гирифта шудааст дар лаҳистон. Ширкати одамӣ аст, мо кор мекунем, Ризо гирд кор мекунад, инсон аст, ҳақиқат ин. Ман робот нестум, фаҳмидед? Ман робот нестум, ман ягон рақам нестум, ман инсон ҳастум. Ва ту дар инсон ки ба қувваи кори инсон, ба ояндаи инсон сармоягузорӣ мекунӣ, ин қимор нест, ин сармоягузорӣ аст. خب تو با من $1000 میتی که من همین شرکت با زیباتر کنم و پسان اگر شرکت زیباتر شد تو چند فایزی سرمایه من میخری. برای تو اگر که همین شرکت ما 100 فایز باشد تو چند فایز سرمایه من میخری در $1000 در امروز چقدر هست وضعیتش. و اگر که ما موافق شویم هم نشویم تو توفا میگم که ریزو $1000 گیر، اگر شرکت تو موافق شود 10 فایز از ما است. اگر موافق نشید مثال هیچ گام ندارد، ما از دنبال $1000 دیگر نمیشم. اینا میگن سرمایه‌گذاری. سرمایه دولت سرمایه‌گذاری میکند. مثال آدمانی بای که در کشور ما داریم، ما اونقدر درباره تاجیکان نمیدونم، ولی همین گونه آدما میتونن سرمایه‌گذاری کنن چون مبلغ زیاد دارن و مبلغ به بابای مبلغ میارن. مبلغ با تو مبلغ کار میکنن. ولی دیگه گیریم درباره کریپتووالیوتا یا که همون کریپتو مبلغ ها. خب کریپتو تو کریپتو مبلغ ها را نمیتونی اداره کردن. یعنی تو دست تو نیست. تو نمیدونی که در پشت بیت کوین کی است. هر یک گوشچپر میتواند که کریپتوی خود را سازد. خب اما دارم ریزو کوین یا یکی گوشچپر کوین میتواند که ساختن. و تو میروی در وای سرمایه گذاری میکنی، یک آدم دیگه میگن کیت میلیارد دلار در دستش و در اینجا بازی میکند. خب بازی میکند در دستش. و میرود میلیون میگیرد با دیگر دوستاش تو را در حال میزنن میشکنن. یعنی همون برای مثال چه که ما در سال 2021 زیاده از 600 یورو ما در دوج کوین گذاشته بودم. در دوج کوین سالی که چطور شده منم سرمایه‌گذاری کرده بودم در گذاشته و حتی در تسلا هم سرمایه‌گذاری دارم. حتی ما در شرکت‌های پسندیده‌ترین برای مثال در اپل هم سرمایه‌گذاری ما میکنم. ولی ما در کریپتو ارزها تنها در دوج کوین. ولی وقتی که ما بسیارتر آموختم درباره همین تکنولوژی‌های نو، آنها مبلغ‌های زیبا هستند در آینده و آنها رو ما میتونیم استفاده بریم. در ثانیه میلیون‌ها رو باید میتونن که ترانزکشن کنن یا که انتقال دهن نظر به پول سومون یا که نظر به قرب دلار. ولی ما تا حال اداره کردن نمیتونیم باید. چیزی را که اداره کردن نمیشود وای میتوند که به جامعه ضرر خود رو رساند. برای مثال حاضر اگر کمی تو 1 میلیون سومونی میبری در بانک میگذاری، خب در بانک میگذاری، اگر که همون 1 میلیون سومونی تو الکی تو میدونی که بانک در نام کی با خدیده شده است، در دولت است و اگر پگو که بانک با تو 1 میلیون نه آورد تو میتونی که روی با سود مراجعه کنی و او بانک میبرن محکم میکنن. به هر حال تو توانیست یک کس محکم کردن. ولی کریپتووالیوتا را کی را محکم کرده میتونه؟ اگر 1 میلیون از دست دادی کسی را تو محکم کردن نمیتونی. بله با بچت میرایم. خب نکنویستا تو شعری، تو هم شعر هستی. بود زوکیر نگ این را قمار نمیدونه و میگوید که هر کس در اکسیهای حلال و سرمایه‌گذاری کند و باقی ندارد و آن را همچنین یک کار معرفی کرد. من نمیدونم دوستی میرم ما آدمی نمیدونم، ما با مثل زوکیر نگ هر یک کتابی دینی را نخوندم. وای از کتاب مقدس مسلمان ها آغاز کرده تا با کتاب مقدس نصرانی ها و تا با هندوستانی ها و تا همین دین های سیاره را وای نقطه به نقطه کلمه به کلمه میدونه و برای همین وای شاید که گفته باشد دوستی میربون این فکری من است، این اندیشه من است. تو باید خودت اندیشه داشته باشی. اگر که تو مبلغ درآمد بیاری که یک از دیگه به هر حال بوی میتید از مبلغ خودش یک کس دیگر و مثل که کنکورس هایی که امروز در جهان تاجیکان مشهور هستند. مثلا یک آدم اگر که یک خانه در پایتخت گیرد نمیدونم هزارها آدم دیگر زیاده از 1,500-2,000 سومانی یا که روبل بوی میتین یا که اینا میگن که برای یک کس این وابسته از وجدان و ایمان و فکر و عقل تو است که تو چقدر اینا پروسس میکنی یا که پروسس به زبان تاجیکی میشود چقدر اینا تو میفهمی خیلی عذر زیاد که من کلمه رو نفهمیدم. خب تشکر زیاد که با پخش مستقیم و پیوستی دکا کنی صحبت کنید درباره چی صحبت میکنیم؟ 10 دقیقه وقت دارید. بله رفتیم. برادر من یک عقیده یا یک پیشنهاد شاید باشد برای اکثریت جوانان من در نظر دارم. بله. اویدی همین قماربازی که در شبکه‌های یوتیوب خیلی شدگی. بله. ما اویدی همین چیز خواستم یک صحبتی کوتاه هم کنیم. همین یک برنامه میکرده شما یک برنامه ساز اگر خطا نکنم درست است؟ بله. من برنامه ساز
ولی عموما متخصص آیتی من تقریبا 2 سال میشد که کد ننویسم. بله بله یک برنامه کنید که شاید یک پیشنهاد خوب هم باشه اکثریت برای جوانان، چون که وقت خودشون صرفه‌کارانه استفاده برند در بازی بعضی چیگم بیهوده وقتی خود رو صرف میکنن. برای این من خیلی همین برنامه‌های میبینم، یعنی یک نمود قماربازی خیلی چیگم اینجور میشه. من خودم یک گویم یک صاحبکار خرد میانه گیم در شهر مسکو، جوان هستم، کارم خوب است، شکر خدا خیلی خوب. من چون که وقت صرفه‌کارانه استفاده میبرم و من وقت رو صرفه‌کارانه استفاده میبرم، بعد پیشرفت کردم. شاید 5-6 سال از این پیش میگشتم من همین وقتی خود گذاشتم چه که روز شب کردن، یعنی همین یک برنامه میکردی شاید یک رولی که کوتاهی پرمضمونی تاجیکانه باشد برای جوان فهمه باشد. همین یک شما که برنامه ساز هست که پیشنهادی بنده همین که همین خیلی یک برنامه کنه که وقتی خودمون ما جوانو صرفه‌کارانه استفاده بریم با کارهای بیهوده نه. بله سپاس فراوان برای این پیشنهاد، حتما اینا در نظر میگیریم. ولی همین صحبتایی که با شما برای تجارتکاران خرد، با شما برای آدمانی که کمی معلومات دارید وابسته به تجارت و مبلغ، همین صحبت‌ها الکی خیلی مهم هستند. برای مثال شما شخصا خودتون چرا نمیخواهید که جوانان روان نمیدونم کنکورس دا اشتراک کنن، روان ستافکا گذارن یا که روان با کریپتو مبلغ‌ها یا کمی بروکرها و عموما کارهایی که کاملا یک مهنت رو طلب نمیکند. همین میروی مثال از پدر $100 آمریکایی میگیری، میگوی که من میرم دوز میگذارم در بیت کوین. اگر که بیت کوین از $50,000 آمریکایی با 60,000 رود، من کم تر یک مبلغ درآمد میارم. ولی تو در روز چی میآموزی؟ هیچ چیز، یگان چیز نمیآموزی. نه کار با آدما رو میآموزی، نه زبان آموختن میآموزی، نه درباره مبلغ میآموزی، نه نمیدونم با مشتری‌ها سر و کار کردن میآموزی، هیچ چیز رو نمیآموزی. و مثلا شما چی توصیه می‌کنید همچون آدمی که تجربه دارید وابسته به تجارت؟ من راستی خودم اقتصادچی هستم. بله. خدمتکارنده دانشگاه دولتی تجاری تاجیکستان در سایه محاسبات یعنی حسابگر بوخگالتر گویم. من دانشگاه را تمام کردم، یک چندین سال گویم در تاجیکستان کارم کردم، به روسیه آمدم. از اول کار کردم در سترویکا و بعد تجارت خردی خودم کشیدم. وقتی خودم از صرفه‌کارانه استفاده بردم و در یگان بازی‌هایی که به مانند لاتو سپور با ماشین برد، یک نمود بازی که شما گفته گذاشتید، وقتی خودم من بیهوده اونجا صرف نمی‌کردم. من بسیار کتاب بسیار دوست می‌دارم، من بسیار مطالعه کتاب کرده هستم. برای همین وقتی خودم من خوب صرفه‌کارانه استفاده می‌برم. و در کارخانه خودم همچون کارگر کار میکنم. مثال یک آیلیگ نمیدم، بیان گاز معاش نمیدم، خودم میبرایم کار میکنم. یک کارگر دارم، باید نامپز دارم، باید گویم سمبوزپز ادیانه نه. همین طور است. خوب است، شکر الله. در باره بینرمی اپسیا و شما در باره کریپتووالیوتا گپ زدید. بله. شما بینرمی اپسیا چی است؟ بینرمی اپسیا. با فورکس هم ماننده نداره. فقط همون خچایی که میبرن کم مانند دارن که همین فورکس و کریپتووالیوتا و بینرمی اپسیا. شما درباره بینرمی اپسیا چی فکر دارید؟ من درباره بینرمی اپسیا خوش می‌کنم. با زبان ترکی گپ زنید. من کلمه روسی را نمیدونم. یعنی понимаю по-русски. یا که با زبان انگلیسی. درباره بروکر میدونی چی است؟ بینرمی اپشن. بروکر بینرمی اپشن سیستمش روی بینرمی اپشن. خب یعنی همون چارتایی که میروند و میوان همون را در نظر مثال از ما در اینترنت بسیار رسیدم که بسیار از تاجیک‌ها بیاتر میلیونر شد. همون میلیونر شد است. خب فکر می‌کنی آدم میلیونر میشه؟ آیا همین قمارست یا اینکه نیست؟ نه این با فکر من بینرمی اپشن که فکر خودم بله فکر جواب دادن شما جواب دادن شما میگویم. خب بینرمی اپشن مثلا بسیار از بلاگر مثلا اسکندر ترید و دیگه چی نام نگیرید ما با شخصیت نام نگیرید. درست خیلی اما بروکر را نام میگیرم مثلا چون غیبت نشود نام گیری اگر درست همون بله پاکت اپشن هست مثال و بسیار امی بروکرای هستن که یعنی سیستم فعالیتش از روی بینرمی اپشن هست. اینا به انگلیسی بینرمی اپشن استفاده میشه و همین هویه اساسی همین بروکری که با نام سیستم بینرمی کار میکنه چه کار میکنه که شما معلومات دارید به همین یا که اینم با مثل استافکا و وارین شده
خیلی نظریه شما نیست که همین گارید اوکی فهمو ما اینا چارت میگیم بله خب دیگه که دوستی مهربان ما فکر میکنم که ما مشکل ندارم با این سیستم مشکل در سیستم نیست مشکل است که ما اداره کنیم میتونیم درباره فرقت دارک وب از وب اساسی چی است دارک وب قانون ندارد سپاس فراوان فرقت کنکورس یا که قمار یا که همون ستافکاوی که در فوتبال و در بارسلونا و رئال مادرید بچه‌ها میگذارن از فرقت کاری اساسی چی است یا که تجارت چی است فرقت تجارت از ستافکا آنها سیستم اگر که فکر من با دلیل فکت تست فکر شخصی من یعنی آنها همه سیستمی هستند که بعضی شخصایی که خیلی عادی شخصایی که متماتیک خوب میفهمند و بازی به همین چیزای متماتیکی آدم‌ها رو فریب میکنن که احتیاط پیدا میکنن به خیلی بازی‌ها و که ما احتیاج اون سوء استفاده برده این یک نمونه نارکومانی هم گویا میشه در استفاده برده مثلا خیلی بازی دارنده که الگوریتم ساختگی که آدم بازی میدونن مثلا یک بار تو بیای مثلا 100 سومون میمونی برای 1300 سومون بود بگی خب بازی میکنی اما 1300 سومون تو داشتی میگه من بور کردم خب تو بو میبری همین الگوریتمش چونه شده که موفقی پسیکولوژی همین شخصانی که میخوان در بوشون کنن خیلی شده سلامت باشید مثلا بینرنی اپسیو و تفاوی بازی رو دیگه دوستی عزیز خالی مشکلی در باینری اپشن نیست وای تنها سیستم است وای در مشکلی دوای نیست مشکلی حتی وای ما استفاده نگاه کن ما با هم باینری اپشن میتونیم استفاده برای استاک یا که برای شیرز برای سهمیه روغن ما خریداری کردیم ما میتونیم سهمیه اپل خریداری کنیم ما میتونیم سهمیه مایکروسافت خریداری کنیم هم خلاص درست و هوای ما میتونیم با طریق همون چارت حساب کتاب کنیم در اینجا چارت یگان مشکلی ندارد درست اما چی را تو خریداری میکنی کریپتووالیوتا 99% قمار است خب نمیدونم ستافکای حتی بینرنی استاد گم بله کروشه ما مثال همو بروکرها проблема در اینجا درست بروکرها میگن مثلا میگن مثلا دل موفق استاک برومدا پروموسور هستن ما بله نو بعضی بروکرها هستن که ما نماشون ایران برومد بله هم میبیاد هم دپوزیت میگیرد مردم کار کرده است پول دوست گرفته است یا بروکی تمام بروکر نیست گم میشد در گوشای خودم میدونم یکی هم پرلاژینی گم میشد رنگی در فکر مثلا بسیار سایت‌های چیز دام پیش وقت نمایشون روشه سایت‌های هستن که مثلا در فکر دیگه که مثلا کار میکنه سردو میکنه سندو یا برای پول رو میگیرد دیگه تمام آفلاین میشد سایت انا خیلی بروکرها هم مو میکنن در اپسیا ایش چی فکر داره یک جوان میلیاردر دیده بودی که تقریبا چند ماه پیش بودن محکمش کردن سازنده FTX بود FTX همین گونه بروکر بود بایم و از این همین بایننس هم در مشکلی دارد بایننس با بسیار حتی با کشورهای اروپایی بایننس مشکلی دارد درست این در پرابلمش اینه که مثلا راه هستی که برای خاطری تحریم به توجیه میشود سیسر داو میزنه پول گردش پول بورسی بیننس میگذارن مثلا در روسیه فرض کردیم اونها اصلا امریکا تحریم کرده است که شب همین دولتی که ایران جواد سوستر شود اقتصادی پولیش پولش تو میتونن که پای پروگرام و بر بینرنی اپسیا برای خاطر اون که مثلا همین کار گردش ببینید که چون میخواد میگن خیلیش میگن خیلی بوده در همین کارش از قانونای همون تحریمای اون اروپا و امریکا کار نکردنش هم اشتراک کلان کرده. سلامت باشی. انا کو با خلاصه میگم که نسل نوی که از ما رو تماشا میکند از دنبال این گونه سطح های آنلاینی نشوند. از دنبال آموزش شوند، از دنبال آموزش بلاک چین شو، آموزش کریپتو مبلغ شو. ولی برای قمار با مبلغ با گذاشتن خودی کودک سی بینا همه بینی در اینستاگرام نویسد که در اینستاگرام کیم کدام آدمو را همین گونه تو را دست داده است که وای کودک سی بینو است وای بوری هم نمیدونه که چقدر در پشت وای کی است چگونه بیت کوین ساخته شد چگونه همون بلاک چین کار میکند چگونه همون چارتایی که تو گفتی باینری اپشنز فعالیت میکنن ولی دیگر مردم دعوت کرده که بیا که ما شما را میلیونر کنم چیزی که کوتاه است چیزی که تیز است چیزی که در حال است و باور نکنید دوستان مهربان آدمان برای شرکت ساختن
5 سال 10 سال 20 سال کار میکنن که تو که وای شرکت میلیون درآمد بیارد. تو همین میدونی این آسان نیست. تجارت ساختن آسان نیست، علم آموختن آسان نیست، مهارت آموختن آسان نیست، مشکلی مردم حل کردن آسان نیست. همین باینری اپشن، همین کریپتو مبلغ ها یکی اینوست میکنی، همین استافکا، اینها مشکلی یگان کس حل نمیکنه. مشکلی یگان کس حل نمیکنه. مشکلی یگان کس حل نمیکنه. تجارت احساس که مشکلی مردم حل میکنه، وای مبلغ با تو درآمد بیارن.